شاهدان لحظه‌های زنوزنی گروهی بین مهاجران در کنار مسکو به نوار گرفتند. این زنوزنی ساعت تقریباً 2 روز 23 دکامبر در میتیش در نزد بنای رقم 24 مجمع استقامتی امپراتورسکی میتیش روی داده است. در ویدیویی که تلگرام کانال مسکو 24 نشر کرد دیده می شود که دو گروه جوانان که برخیش در دست کلتک و برخی در تن لباس نارنجی راهروبی دارند در روی راه ماشینگرد یکدیگر را لط و کوب می کنند و رانندگان ماشین‌های راهگذار از بین ازدحام که از گریبان یکدیگر گرفتند ماشین می‌رانند. یک زن محلی نقل کرد که هنگام زنوزنی او و دختر خردسالش نیز آسیب دیدند. من و دخترم را چند بار به در زدند وقت زنوزنی. لب دخترم کفید و دندانش لقونک شده است. این خیلی دهشت‌آور است وقتی مردان کلانسال یک کودک را حتی نمی‌بینند و زیر پای می‌کنند. تفصیلات دیگر حادثه و از کجا بودن مهاجران که در میتیش از گریبان هم گرفتند هنوز روشن نیست. گفته می‌شد که پلیس به تحقیق قضیه پرداخته است.